سلام، من عبدالله اشرف شما را با مهمترین رویدادهای روز پنجشنبه دهم ایول آشنا میکنم. امروز در پی یک مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1 نفر کشته و 7 نفر زخمی شد. به گفته منابع رسمی در حکومت اصفهان و ساکنان منطقه مرزی، روز دهم ایول حدوداً ساعت 11 روز سرحدبان‌های کشور همسایه قرقیزستان به سوی باشندگان موضع بیدک جماعت واروخ که در منطقه بحث برانگیز از راه حشر لوله آب می‌گذرانیدند تیر کشیدند و چندین نفر را زخمی کردند. شهروندان ما همون تعمیر جویبار کوبری آبی پالیزی به مشغول شدن با سرچوی طرفی همسایه در از پستی بیدک نام دارد، پستی سرحدی بیدک که غیر قانونی همونجا جایگیر شده. همونجا 15 نفر سرباز سرچو آمده مردم میگن که شما حقی کارکنی ندارید. همونجا گپ چی میشه؟ رابرش فرمان تیرپرانی میتد، نتیجه تیرپرانی پر 8 نفر شهروند ما تیر میخورد، 1 نفر 20 دقیقه بعد از همون تیرپرانی در جوش به هلاک میرسد. اما جانب قرقیزستان گفته است که مرزبان‌های قرقیز به هوا تیر کشیدند. Жители на 2 грузовых машинах хотели проехать по нашей территории, в горной местности, летней пастбище. Там есть шлагбаум, пост пограничный есть. Потребовали открыть шлагбаум, хотели проехать лет. Не открыли. Руководитель наряда пограничного пошел докладывать своему руководству. В это время закидали его камнями. И они произвели выстрел в воздух. این در حالی است که قرار بود هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان امروز در اصفهان مسئله‌های مرزی را بررسی کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز دهم ایول در جلسه هیئت مشاوره دادستانی کلی تاجیکستان در دوشنبه فعالیت 15 ساله این نهاد را نتیجه گیری کرد. رئیس جمهور ضمن سخنرانی در حضور دادستان‌های کشور گفته است که از سال 2010 به این سو 590 کارمند مقامات حفظ حقوق برای ویران کردن نظام خدمتی و مهنتی مجازات شدند. این جلسه پشت درهای بسته گذشت، ولی ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان به رادیوی آزادی گفت یکی از موضوعهای مهم صحبت پرزیدنت احترام به حقوق انسان بود. یکی از مسائلی که من دنبال کردم این تامین همه‌جانبه حفظ حقوق و آزادی انسان است. از جمله در فعالیت مقامات حفظ حقوق آنها به واسطه در سمت مبارزه ضد جنایتکاری فعالیت میبرند در هنگام دستگیرکنی و من در اینجا بسیار خوب تاکید شد که در وقتی بندوبست جنایت، در وقتی به جوابگری جنایتی کشیدن شخصانی که دست به جنایت میشن، البته دلیل هایی که جمع آورده میشن اونها طبق قانون جمع آورده شوند و در اساس قانون اونها بها داده شوند. همزمان رئیس جمهور با تاکید به اجرای قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند گفته است که در سال 2013 و 5 ماه سال جاری 1640 پدر و مادر برای قانون شکنی در این زمینه به جوابگری کشیده شدند. پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان فرهاد رحیموف از محفل بحث برانگیز جهان اندیشه که رهبرش فیلسوف کامل بکزاده است حمایت کرد. او در ملاقاتش با خبرنگاران روز دهم ایول گفت که تاجیکستان دولت دنیوی است و تشویق آزاداندیشی را کسی منع نمی‌کند و حقوق منع کردن هم ندارد. فرهاد رحیموف گفت امروز هم این محفل فعالیت دارد و کسی پیش راه آن را نمی‌گیرد. کمیته جوانان تاجیکستان به شهبال میرزویف سرباز نیروهای مرزبانی که در پی بدرفتاری همخدمتش مجروح شده است 4000 سومانی داده است. این مبلغ برای شفای شهبال استفاده می شود. خود شهبال حالا کمی بهتر بوده، به سختی هم باشد می تواند دستش را به حرکت بیارد. خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب اخیراً به عیادت این سرباز به این مرکز رفت و خود شاهد آن شد که دست و پای شهبال به حرکت در آمده است. آنچه بهتر شده نقص خودش نقص ایز میکند، تمپراتور خریب که نیست، دولین هم همش نقص خوب میرد و خودش هم نقص. یک روز دوباره میشونیم 20 منوت 25 منوت بعد نیم ساعت هم میشنم. شهبال میرزویوی 22 ساله ساکن جماعت پانغاز ناحیه اشت
در ماه مارت بر اثر لطوکوب از سوی همخدمتش عثمان علی غیرتوف فیلچر قسمی نظامی 2620 مجروح شده بود. اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیوی آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن های همراه.